علیجان در یک کارگاه خردی آهنگودازی چینی فعالیت میکند. او میگوید این کار به نهایت وزنین و افلاس است، بنابراین نه هر کس آن را تحمل میکند. برای کارمندان لباس و نقاب‌های محافظتی نمیدهند. خود کارگاه به یک پرتوگاه شباهت دارد. کارخانه دیگری آهنگودازی در مرکز محله جایگیر است. 10 سال می شود ساکنان اینجا برای به جای دیگر کوچانیدن کارگاه در چندین نهادها را کوفته‌اند. مردم میگویند استحصالات بی‌بند و بار هوا و آب را آلوده میکند. کسالی و زاودی طرفی جدی تمام میکردن. یک سال یک تاش کافیده بود، چند کس همی دو پود چند کس کسال شده بودن گوداکو. نه وقتی که همیشه شدگی دامیجا نه پامیدور گرفتم میشم نه بودرینگ نه یگونچی. دیلم کسال داره، کسال دیل دارم نمیتونم چی، نفس کشیده نمیتونم. نمیه هم وقتی که آهن تازه او میکنن نمیبیه بو. وقتی که نمی پلاستماس دارن خیلی چیز آهنای افلاس او میکنن همه بوی پلاستماس همین کوچه ما داره. مالکان چنین کارخانه‌های خودساخت اساساً صاحبکاران چینی هستند. سالهای دراز مقامات تاجیک چنین کارگاه‌ها را با وجود نداشتن شرایط سازگار تحمل می‌نمودند، چون که باید طلبات مردم را به مصالح ارزان ساختمانی برآورده می‌نمودند. همزمان در رابطه فعالیت این کارخانه‌ها قسمتی زیادی اهالی با کار جلب کرده شد و از لحاظ دیگر به بودجه دولت هم از حساب انداز مبلغ‌های معین وارد کرده میشد. حالا وضعیت دیگر می شود. در تاجیکستان کارخانه بزرگی متالورگی بنیاد می شود و دیگر به چنین شرکت‌های خرد نیاز نمی ماند. از 25 عدد کارخانه‌هایی که برای کارکرد تکراری پرتوهای متالی در حدود شهر دوشنبه فعالیت میکردند تا امروز همگی 3 عدد باقی مانده است که اینها هم به فکرم در آینده نزدیک فعالیتشون قطع میگردد، به خاطری که پرتوهای متالی هم برای دسترس کردن برای کارکرد کردن خود کم شدند. اکثریت کارگاه‌های خرد چینی در بناهای کهنه باقی مانده از زمان شوروی جایگیر شدند. اگر تا 2 سال پیش برقرار کردن این بناهای فرسوده ممکن بود، بعد استفاده آنها از سوی چینی ها غیر امکان شده است. البته به محیط اطراف ضرر جبران ناپذیر رسیده است.